چطور کوکاکولا با یک ترفند شرورانه یکی از مهمترین محصولات پپسی رو نابود کرد. سال 1992 میلادی پپسی یک نوشابه جدید معرفی میکنه به اسم کریستال پپسی. محصول بلافاصله بعد از معرفی فروش خیلی خوبی رو تجربه میکنه و روز به روز به محبوبیتش اضافه میشه تا اینکه بالاخره کوکاکولا دست به کار شد. کوکاکولا دوست نداشت در این لاین محصول رقابتی داشته باشه. برای همین یک محصول جدید تولید کرد به اسم تاپ کلیر. ظاهرش رو دقیقاً شبیه محصول پپسی طراحی کرد و از قصد اون رو بدون شکر و با یک طعم افتضاح ساخت. پس تمام خرده فروشیام درخواست کرد که دقیقاً در قفس‌ها اون رو کنار محصول کریستال پپسی بذارن. حالا افراد جدیدی که آشنا نبودن با این محصولات به خاطر محبوبیت بیشتر کوکاکولا اول تاپ کلیر رو تست می‌کردن و بعد که می‌دیدن طعمش چقدر بده فکر می‌کردن که محصول پپسی هم باید همین باشه و دیگه اون رو تست نمی‌کردن و اینجوری شد که کم کم محبوبیت کریستال پپسی هم از بین رفت و فقط 2 سال بعد از معرفی مجبور شدن که لاین تولیدش رو بردارن.